چی دیدی ماما؟ یه چیزی که سوار آمبولانس شده بود، فکر کردم میخواست بیاد پیش ما. کی؟ هم مرده. بعد یهو دیدم که راشنا راهی تو خوابم بودن. بعدش اومد خونمون دید هیچ کس نیست، صداش میومد تا صبح. چی بود؟ صدای چی بود؟ حلول، صدای آمبولانس. حلولو گفتی؟ الان میگم آمبولانس. من که قایم شدیم یه جا، من توپل مپل بودم جا نشدم اونجا، رفتم اونجا چوبیا جا نمیشدی توش؟ آره. بعد یهو به 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 همونجوری به به فرمانده در حال ورزش صبحگاهی. پلم بشم. تو بلدی؟ بکن. این دستش بکنم درد بگیر اونجوری کنم. بودم تو خیابون، بعد میخواستم آب بیارم با کوزه کوچولو میترس. من اومدم بهش گفت، بعدم اومدم پیشش بردم، گفتم کوزه میترسی؟ کوزه گفت، بعد کوزه گفت آره میترسم. بعد یه مرتبه شیر اومد گفت شما دارین کجا میرین؟ شیر اومد به شما گفت؟ آره. من مامان بودم. تو مامان بودی، با کوزت بودی، با شیر.